سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون حامد تبریزی کنار مرتضی حمید نازنین قراره یک ویدیو بی‌نظیر رو برای شما ضبط کنیم. به این نحو که آقا زنگ بزنیم به رفیقامون ازشون 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون. اونایی که میگفتن داداشی ما هن، اونایی که میگفتن تعصبتون میکشن، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنین، سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره. قرار اتفاقای خفنی بیفته. خیلی مخلصم. اول من. خب من قراره از دوستای واینرم استفاده کنم. واینر قبوله؟ چون پول آدم داریم زنگ میزنیم میگه که انگار مثلا اشاده. من به محمد معماریان زنگ میزنم و شما 10 میلیون نرخمون دیاره. 10 میلیون 50 میلیون ازش میخوام. پیشباز عدد 7 را وارد کنید. محمد نمیگه. ساکت. آقا معماریان سلام. خیلی مخلصم. خوبی؟ سلامتی؟ دورت بگردم. آقا من سریع برم سر هستم. من یه جا گیرم سلطان. خب یه 50 تومن 2 روزه ازت میخواستم. ببین داداش همین به مرتضی علی چالش بود. الانم کارو داریم ضبط میکنیم. خیلی مردی. میشه دورت بگردم. من نوکرتم ثابت شده. ببین میگم محمد معماریان. شماره‌شو بده من. داداشم دوست دارم. مرسی، خداحافظ. خاک بازم، خداحافظ. نه بابا. 50 میلیون محمد معماریان خیلی مشتی. خب شما بفرمایید. من یه تماس معماریان محمد بفرمایید. رو آیفون بزنید لطفا. جانم بفرمایید. آقا من خیلی مخلصم. آقا من یه جا گیر کرد. خب 10 میلیون داری به من بدی؟ 10 میلیون تو بگو شارک، ولی به من نباید زنگ بزنی. به نفر بعدی زنگ بزن. نفر اول تو آرش. بذار من به امیر زنگ میزنم. لوکیشن امیر کافه پترا. بفهم. آره شماره‌اش نشدم. من خدا زنگ زدم جوابشو نمیدادم. بذار ببینم. خواهد بگی نه. چرا میذارمش رو منگنه؟ آها. میگم حامد نفهمه، پدرام نفهمه. بله. سلام علیکم امیر آقا. سلام. حال شما خوب است؟ به جا آوردین؟ من مرتضی حمید هستم. مرتضی حمید؟ بعد بابا مرتضی حمید دوست آقا حامد تبریزی برزیلیه. خیلی چک خوب هستی؟ سلامت. ببخشید بعد موقع مزاحم که نشدم. نه داداش خیلی خوش. سلامت. فدای شما. والا یه جا گیر کرده بودم. فقط این مکال الو ببخش صدا قطع و وصل. الو. امیرا یه قطع کرده. بابا این تو رو نمیشناسه به این زنگ میزنم پول میخوان از این. مسخره بازی دارن ناموس. نه بذار آرک زنگ. ما میخندم به یکی دید زنگ زده. نه ناموسم واسه که تو رو قرآن داریم ویدیو ضبط من می‌کنیم. ببخش خودش فکر کنم گرفتن ها. آره بذار بگیرمش. تی خندیدی فهمید؟ نه فهمی؟ آره دی. میام داشتم گریه میکردم. یکی از رفیقام مریضه. بابا ویدیو داره تایم داره میره تو داری فکر میکنی. امیر رو میگیرم الان. من خندم بچه. شماره که مورد نظر زنگ بزن به علی معلم. خودش زنگ زد. امیر خان ببخشید تو رو خواهم. من توی شرایطی بودم، تو بیمارستان بودم. یکی از رفیقام متاسفانه حالش بد شده و شرمنده تو رو خدا. والا میخواستم یه 10 تومن ببینم میتونم ازتون قرض بگیرم 2 روزه بهتون بدم. چی میخواد؟ برای همین امشب شماره کارت بدم بهتون. فقط آقا پدرام آقا حامد امشب که نمیشه. صبح باید درت بزنم. صبح اوکیه بزنید؟ من خودم یه 6-7 تومن دارم. 2-3 تومنش هم اوکی میکنم. پدرام میگیرم میزنم. دسته فقط امیر خان آقا پدرام آقا حامد نفهمن ها. باشه داشته. آقا امیر یه چالشی بود. ما داشتیم ویدیو ضبط می‌کردیم. خیلی مخلصم. امیر سلام، خیلی مخلصم. دمت گرم داداش. دمت گرم. فدات شم داداش. مرسی واسه یوتیوب داشتیم کار ضبط می‌کردیم. دمت گرم. مرسی.
بعدش عشق منی دورت فدات شم قربون شما. خدا من پرم ریخت واقعا. بعد رفیق نبود اصلا. من پرم ریخت و نفر دوم زنگ میزنم به شیخ حسین، یکی واینرهای خوب و پسر با ادب. نمیده شیخ. از شیخم 50 میخوام. برای خرید این پیشواز عدد 7 را وارد کنید. از شیخم 50 میخوام. خوبه 50؟ حسین داداش سلام، خوبی؟ دورت بگردم فردا. آقا ببخشید من بعد موقع مزاحم شدم، من جای گیرم خاک بادم. من یه 2 روزه 50 تومن ازت میخواستم. باشه داداش نوکرتم هستم. چجوری پول میدن؟ به اینم میگن شیخ حسین سلطان قلبا. حسین مرسی، داشتم واسه یوتیوب کار ضبط میکردم. عشق منی، نوکرتم خاک پاتم، فدای معرفتت بشم، دوستت قلب خاکت. فعلا قربونت. خدا آقا به خدا خوش به چانشو 100 میلیون. من علی معلمو زنگ بزنم ببر علی خدا کنه چون بچه کوچیک داره این موقع میخوابه. حالا برای خرید این پیشواز همه عدد پیشواز 7 داره. را وارد کنید. الو سلام علیکم. سلام. حال شما خوبی؟ سلام. ببخشید بعد موقع تماس گرفتم. سلام قربان دارم. مخلصم. فدات شم. والا علی آقا یه جا گیر کرده بودم، یه 10 میلیون تومن پول لازم داشتم. یه خوره شرایطم بعد گفتم فقط به شما زنگ بزنم. پول؟ بعد خیر باشه. اتفاق افتادن سه شبی؟ یکی از رفیقام تو بیمارستان بود، گفتم با شما تماس بگیرم، یه 10 میلیون ازتون بگیرم. باشه چشم. یه شماره حساب برام بفرست. من چقدر فردا میتونم الان سقفش چقدر تا هم دم آبربانک بری 10 تومن میتونی جابجا کنی. باشه. کجا کاری دستم برمیاد که منم بیام؟ دور سرت بگم نه همون 10 تومن اگه باریکلا. بتونی فقط یه ماه دیگه پس میدم. ایراد نداره. حالا تا چی 2 ماه هم چی شد مشکل مشکل. پیش اومده؟ یکی از رفیقام تا 2 ماه هم شد مشکل نره. ایراد نداره. اصلا داداش. پس ندم ایراد چیه؟ نداره. ایراد نداره که. عشق منی آجالی، عشق منی. داشتیم یه چالش ضبط می‌کردیم. علی داشتیم چالش ضبط می‌کردیم واسه یوتیوب. لعنتتون کنه بابا. نصف شبیش پرچم اونو بردی بالا حضرت عباس. 2-2 شد. ساعت الان 1:30. خیلی مخلصم. فدات شم. شب 2 تومنو بزن به کارتم. حالا اونو برای چالش اسمتو تگ می‌کنم. ساعت 1:30 شب. خب نفر سوم من حمید شربتی زنگ میزنم. همین شربتی. حمید شربتی خیلی وقت اصلا باهاش صحبت نکردم. همین شربتی ایناش. خب به حمید زنگ میزنم. برقا رفت. بله برقای ما رفت. داره میگیره نه؟ داره میگیره. خب آقا همونطور که دیدیم برقا رفت و دوباره میخوایم زنگ بزنین. حمید آقا مشتی، حمید شربتی این نمیده؟ دیگه بار باشم بابا، سومین بار جسیمه لفت. باشم. برای فعالسازی سرویس 50 از اینم عدد میخوام. عدد 1 حالا تو هم میتونم بخوام ولی 50 امتحان کنیم. بابا این منطقه شکست مکسی عشق. اوکی. ساعت 1:45. سلام حمید جان. خوبی؟ سلامتی قربونت برم، فدات شم. حمید شرمنده، من یه جا گیرم، یه 50 تومن پول می‌خواستم، یه 2-3 روزه برگردونم بهت. 50 تومن. آه. خب الان میتونی جابجا کنی؟ الان ببین تو اون یکی کارتم داره ولی با شبا نمیتونم بزنم. میخوای صبح بزنم برات؟ صبح میزنی؟ آره. داداش عشق منی، واسه یوتیوب داشتم کلیپ ضبط میکردم. دمت گرم ثابت شدی. مرسی. اوکی. قلبی. حالا بهت زنگ میزنم. دورت بگردم. مرسی. فعلا خدا. فدات شم. خدا. آدم 2 تا از این رفیقا داشته باشه هیچ چی دیگه نمیخواد بخوام. من دستم میلرزه حمید آقا بکشم. مشتی، آقا مشتی آقا. من به هر کی زنگ اینجا میزنم سوسماس پلی کن. به هر کی زنگ میزنم میگه اون 5 تومن تو بده. بیا به آرش. مورد نظر. میگم بابا من درهای نمی‌دونم. چی حرف آرش صبح. میزنن منتظر نمیدونم. باشید. بذار به سالار زنگ میزنم. به سالار زنگ بزنم. سالار هم بچه گل با معرفت. الان میگم 2 تومن من نمیخوای بدی؟ تو یکی زنگ بکن بزن. 100 میلیون من بکنم 1 میلیون. سالار الان میگه آها. آقا مرتضی سلام. سلام آقا سالار، خوبی؟ سلامتی؟ فدات شم. شبت بخیر. ببخشید تو رو خواب بعد موقع مزاحم شدم. چه خبر؟ داشت بهترین موقع زندگیم بود. عزیز من دور سرت بگم کجای قهوه خونه ای؟ من نه سلطان خونم. فدات شم. خوبی؟ سلامتی؟ روبرایی؟ دلتنگتی؟ فدات شم. والا سالار ببخشید یه درخواستی داشتم ازت، فقط نمی‌خواستم از بچهای خودم کسی بفهمه. جا
یه 10 میلیون من پول لازم داشتم، گفتم خب اولین نفر به خودت زنگ بزنم. داداش من خرتم، من نوکرتم. من ناموسو ضرر دارم میگم. من 8 تومن الان دارم، 8 نه 7 دارم. دور سرت بگم، من دیگه هم اوکی میکنم. به خدا سالار یه ماه بهت میدم و تو رو خدا ببخشید. یه اصلا نزن. یه خور گیر بودم. امشب میتونی برام جابجا کنی سالار؟ الان نه ولی صبح آره. دست باریکلا. گلت. خیلی سالار عشقی. مرسی، سالار سالار. داداشم واسه پرچمت یوتیوب بالا. داریم کار ضبط میکنیم. دمت گرم، واقعا مشتی هستی. موهای تنت سیخ شد. سالار داداش صحبت کن. عشق منی داداش، ثابت شده ای. عشق منی سالار، مرسی. وسط ویدیوی بعدم بهت زنگ خدا می‌زنم. مرسی. خدا دمش از سالار که من بیشتر از اینا انتظار داشتم. خب من به دو نفر که زنگ زدم گفتن 7 تومن 8 تومن داریم. من زنگ زدم به کامی حسینی. اون نمیده بابا، یا رفتیم خونه‌اش. بگو غذا خوردیم شد 600 700 تومن. تا الان که الان بعد 4 ماهی داریم سس برای چی تو کباب می‌خواستی؟ ستاره را به شماره کامی گیری نمایید. حسینی. کامی های. شماره که مورد نظر نه الان خودش زنگ میزنه. این بچه موجهی دیدی زده که فهم. فکرم داره نمک زندگی 100 رو میزنه. نه دستش خورده. مطمئن اصلا بچه با معرفتی کامی. کامی میگه رو موتورم بهت زنگ میزنم. من بیرونم بهت زنگ زدم رو موتورم داداش. بله لایف استار 2 شب رو موتور. رو موتور. من فکر کنم این خوابیده. کامی پول بده نیست اینه دیگه. یعنی اگه کامی پول داد مقنعه سرم میکنم میرم بیرون. شماره که مورد با مانتو داره زنگ میزنه پیگیره. باش بگیره. یعنی اگه باش، کامی من پول داد خونه تو با کامی روسری. بله من خونه کامی اومدم دیگه. کامی پول بده نیست که. میگم سوماقو برای چی گرفتی 600 تومن. الو کامی خوبی؟ داداش من بعد موقع هم مزاحم شدم. خوبی؟ داداش من الان یه گیرم 50 تومن میخواستم یه 2-3 روزه بهت برگردونم. 50 میلیون. آره چی رو بفرستم؟ عشق منی اوکیه. تو باید با روسری بگردی. کامی من الان واسه یوتیوب دارم کار ضبط میکنم. دمت خیلی گرمه. واسه یوتیوب دارم کار ضبط میکنم. میام دمت خیلی گرمه. مرسی داداش. عشق منی. فعلا خداحافظ. دورت تو یارم. خداحافظ. اینم کامی حسینی. کامی های دمش خیلی گرمه. معرفت کامی امکان نداشت پولو. گفتی پول نمیده. اگه پول بده که داد با روسری میرم خرید میکنم از سوپرمارکت. من همین میرم بهم جنس نمیدن از هیرو این ویدیو آقای امیرعلی عبدلی از شما فیلم میگیره. شما وارد سوپرمارکت میشین با روسری و نه آقا اینجوری. شما زنگ بزنید بفهم. من یه بار یه آرش من بگیرم. آرش یعنی اگه این دفعه چیز بود دیگه اصلا مامو کچل میکنم پیشش نمیرم. که مورد نظر در حال مکالمه است. من نمیدونم لطفاً با منتظر کی بمانید. داره حرف میزن؟ با آقا مسعود زنگ بزن. آقا مسعود واینرها رفیقامو خیلی دمشون گرم. خب الان سر کن. بذار به یکی زنگ بزن بگه نه. آخ داش رضا بذار من یه واینر بگیرم. دوزان. آره من به پویان نار زنگ بزنم. 50 ازش بخواه. 50 داداشم میده. این بده. پویانه نار به من نمیده. اصلا نه. سلطان خیلی مخلصم. خوبی؟ سلامتی. ببخشید تو رو خدا بعد موقع مزاحمت شدم. خوبی؟ سلامتی؟ بچه ها خوبن؟ چکرت. پویان فردات چم میتونی راحت صحبت کنی؟ آره فردات چم. والا پویان یه جا گیر بودم من. بعد از 50 تومن پول میخواستم. 50 میلیون؟ آره سلطان. عشق منی. من که الان داداش دیدم تا فردا صبح میتونم برات بزنم سلطان. خیلی مردی پویان. خیلی فردا صبح یعنی شماره شباتو برای من بفرست. تو رو خدا فقط آقا حامدینا نفهمم. چی؟ یا بین خودمون بمونه پویان. داداش بین خودمون میمونه. پویان داداشم حضرت عباس. پویان اینجا رو گوش بده. داشتیم کار ضبط می‌کردیم برای یوتیوب. من به تو زنگ دادم
چاله به ابلفن ببین پرچمت یه جوری بالاست حضرت عباسی بهت میگم پویان. شاکرتم بابا. خیلی نوکرتم خیلی مخلصم. عشق منی. سلام برسون. بزرگی تو میرسونم یا علی داداش. فدات شم. خداحافظ. خداحافظ. 50 تومن. اوکی. 10 تومن علی 10 تومن. چرا هیچکی نه نمیگه؟ ما رفیق نداریم نه بشنویم ازش. 100 تومن الان. بذار زنگ بزن به یکی نه بشنویم. آها به ادمینت زنگ بزن. خانم امیدی خانم فرنوش امیدی وادکن. آره پارتنره. الو فرنوش جان چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟ قربونت مرسی. زنگ زدم برنامه‌اش قربونت برم. مرسی خوبی؟ ببخشید ندیدم. ساعت 2 صبح هم هست. داری به من 50 تومن بدی من یه 2-3 روزه بهت پس بدم؟ 5 میلیون؟ بله بله. تا کی باید بدم؟ تا فردا یا امروز؟ اگه الان بتونی که عالی میشه، نشه که فردا صبح هم اوکیه. باشه شماره شبا برام بفرست بزنم. دمت گرم. داشتیم واسه یوتیوب کلیپ ضبط می‌کردیم. پولای جابجا میشه با این شما. دمت گرم. مرسی. حالا بهت زنگ میزنم. مشتی هستی قربونت. فردای تو فعلا. قربونت. خداحافظ. من بار یا آرش گزینم آرش یه بار یه آرش رو بگیرم. خیلی از طرف تو من 2-3 تا زنگ بزنم. بعدش اون به خود در حال وکالت بزن رایفو. مشترک مورد نظر به کجا بسته این؟ نه این دوتا هم شارژ ایرانسر مجانی دارن. آرش من میگم تو زنگ بزن. یکی من میگم تو زنگ بزن. خرابمون نکن. نه من میگم تو زنگ بزن. از کانتکت های خودم نگاه کن. به عباس انبری زنگ بزن. بابا زنگ بزن. عباس بزن. 0936 10-20 10-20. گفتی شما رو. نه ادیت میکنه در میاره. 056 10-20. اوه بنده خدا فوش نده. بزن رو آیفون. ازش 10 میلیون بخواه. به عبادت عدد 1 ستاره را بچه شماره با گیری معرفتی ها. منطق حسین ابن علی علیه السلام. بله. سلام داشت عباس. سلام. خیلی مخلصم. خوبی؟ سلامتی به جا آوردی؟ الو. شناختی داداش؟ نه سلطان. فدات شم. مرتضی حمیدم. خیلی خوبی؟ سلامتی؟ بعد موقع که مزاحم نشدم. فدات شم. قربون. والا عباس یه جا گیر کرده بودم. یه خورده پول لازم داشتم. گفتم بهت زنگ بزنم. چقدر سلطان؟ یه 10 تومن می‌خواستم داداش. 10 تومن؟ آره داداش. بفرست شما کارتو. دوباره سرت بگردم عباس تو داداش منه. عباس داشتیم واسه یوتیوب کار ضبط میکردیم. دمت گرم. مرسی. بعدم بهت زنگ میزنیم. مرسی. الو. عباس داداش داشتم برای یوتیوب کار ضبط می‌کردیم با آقا حامد تبریزی. بعد گفتیم زنگ بزنیم چالشه دیگه. دست در نکن داداش. خیلی نوکرتم. فدات شم عزیز دانی. فدات شم. خدا. نشون داد که رفیقای ما خیلی مشتی و با معرفت و با مرامن و دم همشون گرم. خاک پای شما هم که حتی این لحظه ما رو داشتین نگاه می‌کردیم و دوستتون دارم از صمیم قلب. عاشقتونم. لطفا این کارو واسه دوستاتون بفرستین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. آرش کماکان مشهور. آرش هم اکنون داره با ادونیسکی حرف میزنه. خیلی مخلصم. اومده باشه یا علی مدد. ولی این باید با روسری و شال و نمیدونم چی میرفتی خرید میکردی. گفتی اگه بهت پول بده یه چالش دیگه میذاریم اون موقع با چالش دیگه رو با 100 تومن میرم جلو. خیلی مخلصم.